استقلالیت بهترین دستاورد تاریخی به حساب می رود. تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی خویش امکانیت پیدا نمود بسیار کارهای برای آینده ملت فایده آور را راه اندازی نماید. استقلال دولتی برای زنی تاجیک آزاداندیشی، زندگی شایسته و امکانیت مفید فراهم آورد. صبری بیگی میرمحمدова از زمره نفرانی است که با کار و فعالیت پرثمر و مناسبت سطح بلندی علم‌های دقیق و آموزگار ورزیده تاجیک معرفی گردیده است. او نامزد علم‌های خیمیا، دسنت، غالب آزمون جمهوری علم فروغی معرفت و یک قطار آزمون‌های بین‌المللی بوده. دارنده مدال‌های طلا و نقره میباشد. همزمان او اختراعکار بهترین محسوب می‌یابد. طول تاریخ پیدایش و انکشاف انسانیت توانست که به درجه‌های بلند معرفت و رشد نائل گشته طبیعت و جمعیت را اداره نماید. صاحب استقلالی کشور نیز برای اشخاص ارزنده بهره شناخت رسالت و راه‌اندازی فعالیت پرمحصول امکانیت مساعد فراهم آورده. دستگیری و توجه خاصه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اقدام و تشبس‌های زیایان کشور را بیشتر گردانید. اولا ما شکرانه ثبات میکنیم، شکرانه آزادی میکنیم و آزادی زنان در تاجیکستان میکنیم که به همین زیمه رسیدیم و البته شکرگزاری از وطن خویش است، از دستگیری خود پیشوای معظم ملتمان است که ما زنان امروز میتونیم در تمام ساحه‌ها خصوصا در ساحه اختراعکاری سهم خود را گذاریم و هر یک انسان، هر یک فرد جامعه باید کوشش کند که در جامعه برای وطن خویش یک خدمت کوچکی هم باشد نام خویش گذارد. و البته ما هم کوشش کردیم که در برابر همه همین محنت‌های و غمخوری‌های وطن دوستانه ما هم سهمگزار باشیم. از همین سبب ما به علم رو آوردگیم و می‌خواستیم که هر یک عالم باید علم رو در عمل تطبیق کند و هر یک عالم نیز با اون مقصد عالم میشد که علمش رو در عمل تطبیق نماید. و البته کوشش های یک تن و خود من این کوشش های کلکتیوانه است، این مهنت کلکتیو است، مهنت شاگردان است، مهنت استادان ما هست که ما به همین جاده رسیده ایم. البته من اول یادآور میشم از استاد زنده یادمون، از استادی که امروز در قید حیات نیستند لیکن ما رو برای راست هدایت نمودن، این یوسف افزرالدین نوردینیچ می باشند که اولین استاد من بود و وقتی که من دانشجو بودم او کس دکان بودن، من رو به شاگردی قبول کردن و روی علم رو برای من آن کس گشودند. و پس اون امروز من خوشبختم که با روبرم با پروفسور دانشگاه طبی رجب فمایی رجب همکاری دارم. روبری من هستن، همچون پدر هستن برای من و در جلوی علم ما با معلم فعالیت و کار کرده ایستاده ایم. محصول ایجاد او خیلی با صفت، هدفناک و مبرم زمان است. اختراعات هایی که او امروز پیشنهاد نموده است، مواد داروگی که برای ریزاندن کرم حیوانات و مواد برای بیماری های جوهر بوده، هر دو اختراعات در آزمون های بین المللی فرانسه و پولشا صاحب جای نمایان گردیده است. کوشش و غیرت و خودم کوشش به خرج داده استودیم که باز از این بیشتر نوآوری کشفیات رو به نقشه گذاریم و در عمل تطبیق نماییم. البته سالهای اخیر من کوشش کردم که دستاوردهای خود رو نه تنها در جمهوری خودمون بلکه بیرون از جمهوری برده وطن عزیز خودمون رو برای جهانیان معرفی سازم. و پس از دولت‌هایی که من شرکت وزیدم، چند دولت خرسندانه پارسال باز ما در دولت پولشا با صاحب مدال نقره گشتم و به طریق مجازی من در آزمونی که در دولت فرانسه شد بین قریب 50 دولت دنیا آزمون برپا گردید و هر دولت لایحه خود رو پیشنهاد کرد و البته و یا پیشنهاد لایحه رو و یا اول از مقصد لایحه برگزاری چگونه تحلیل ها گذارانده شده است و چگونه در آینده میتواند و اقتصادیات به وطن فایده بیارد، همین چیز رو از ما طلب دارند. ما حتی تو چند قدر صرف سوزشواری می شود، چند قدر صرف مواد می شود، چقدر همه امیره باید بالانس، متریال بالانس حساب کرده و پیشنهاد میکنیم که همین قدر فایده میموند، همین قدر ضرر میموند
و خرسندانه صاحب مدال طلا گشتم. کارهای علمی تحقیقاتی که معلمه یورماما در سمت خیمه پیشوی کوردیناسیونی که این ساحه تحقیقات علم سالهای 1920 از امریکا کارهای علمی تحقیقاتی در این سمت آغاز شده، بعدا سالهای 1940-50 در فدراسیون روسیه و از سال 1970 این جانب در دانشگاه ملی تاجیکستان با راهبری پروفسور زنده‌یاد یعقوب حمید محسنویچ این مکتب علمی تأسیس یافت و در این مکتب علمی زیاده از 40 نفر استادان رساله‌های دکتری و نامزدی خود را آماده و دفاع کرده است و این مکتب علمی امروز زیر راهبری پروفسور رحیم مبشرخان خیلی خوب فعالیت کرده است و در این مکتب علمی چندین پروفسوران و نامزدان و محققان کارهای علمی تحقیقاتی خود را آماده کرده ایستادند و معلم یورماما در سمت خیمه پیشوی کوردیناسیونی از جمله کمپلکس حاصلشوی متل روح با پیشوی امیدازولی کارهای علمی تحقیقاتی پیش برده است که در ساحه فارماسیوتیکا و طب علاقه تطبیق خود را یافته شده است. معلم بغیر از این همچون به حیث رئیس شورای بانوان فاکولته خیمه سالهای زیاد فعالیت کرده است که معلمه ها و عموما بانوان فاکولته خیمه را در چهاربین‌های سطح گوناگون جمهوری معرفی کرده است و عموما معلم امروز پای رساله دکتری خود کار کرده است و من با باوری کنم که سالهای نزدیک زیر راهبری پروفسور رجب عمری رجبی که امروز کار علمی تحقیقاتی معلم رساله دکتریش را با راهبری معلم رجب کرده است. باور دارم که سالهای نزدیک و ماه‌های نزدیک البته رساله دکتری خود را جنبست نموده حمایت می‌کند و صاحب درجه علمی دکتر علم‌های خیمه می‌گردد. او با پیشنهاد نمودن اختراعات‌های خویش ثابت نمود که ظهور انسان در طبیعت پدیده فوق‌العاده و استثنایی. او از زمره نفرانی است که پیشه انتخاب نموده خود را دوست می‌دارد، نسبت به خود خیلی سرطلب است. از این رو عالم نهانی علم را کشف کردن می‌خواهد. موادی که من پیشنهاد کردم این برای ریزاندن کرم بود، کرم روده حیوانات بود و از اول و یا میفهمونیم که چگونه همون کرم در روده حیوان پیدا می شود و چگونه و در روده محکم می شود و چگونه همون زهر همون کرم با واسطه خون، چون که خون خود برنده غذا هست، شد به ارگانیسم تقسیم برده می شود و یعنی کسلی پوست نیز پیدا می شود و دمیش شکم پیدا می شود. اول سبب رو وای میکنیم، سبب‌های او رو نشان میدیم. پس اون موادی که تا امروز به مقابل همون یعنی دارویی که امروز وجود دارن به مقابل ریزاندن همون کرمو و یا رو میبیاریم و در برابر اونها مواد اختراع خود رو نشان میدیم که این از این چی برتری دارد. موادی که ما اختراع کردیم امروز البندازول نام داروی طبابتی است به مقابل ریزاندن کرم‌ها وجود دارد. لیکن موادی که ما اختراع کردیم البندازول در ترکیبش وجود دارد. بغیر از البندازول باز بیومتال های روح و آهن رو اضافه کردیم. یعنی بیومتال روح این سیستم ایمونی رو اول بالا میبردارد. دوم وقتی که خود طاق البندازول رو به حیوانات میخورونن، همون حیوان اونس میگیرد به همون دارو. وقتی که اونس گرفت دیگر کرم نمیمورد و مجبور میشیم که زیادتر دارو میخورونیم. وقتی که زیادتر میخورونیم البته با یعنی یک وی دیگر ضرر میرسونن. وقتی که ما در اونجا بیومتال رو اضافه کردیم دیگر کرم امکانات اونسگیری ندارد. اولا دوم ایمونیتش بلندتر میشه. سوم صرف مواد کمتر است، برای که اگر در اینجا در اینجا یک ما در شکل سوسپنزی هم تیار میکنیم، در شکل خوکم تبلیت کم. اینجا مثلا اگر 1 گرم البندازول صرف شود در اینجا 0.5 یا تا از وی هم کمتر، یعنی قریب نیم برابر هم اقتصادیات فایده میبیند چون که مواد کمتر. دوم اونس گیری نمی شود. سوم سیستم ایمونی همون ارگانیسم باز بلندتر می شود. همین چیزها فکت و دلیل ها قطعی باید اثبات کنیم و پس اون بعد لوحیه ما را باید قبول می کنیم. هر یک اشتراک او در آزمون‌های بین‌المللی هم معرف‌کاری علم تاجیک و هم معرف‌کاری صنعت تاجیک و عرف و عادت مردم ماست. البته وقتی که به دولت‌های دیگر سفر داشتیم یکم افتخار از اون داشتیم که ما با لباس‌های ملی خودمون وقتی که ما
من وقتی که صاحب مدال گشتم و با تکلیف شدم و با صحنه تکلیف شدم برای مکافات البته با لباس ملی تاجیکانه میبر اومدم که این افتخار من بود و میخواستم به همون لباس به همون سیمای تاجیکانه نشان دهم که زن تاجیک میتواند برای جهانیان نشان دهد که اون نیز اختراعکار است، اون نیز این آزادی زنان در تاجیکستان است. و البته خیلی خوش قبول می‌دارم. اولون بسیار میپرسیدن که تاجیکستان در کجا است، با کدام دولت‌ها همسرد هستید. مثلا در دولت کویت بسیار وقت میپرسیدن، در دولت کره بودیم میپرسیدن، در دولت چین میپرسن که با کدام دولت چین الکی میدونن، لیکن باز میپرسن که با کدام دولت‌ها همسرد هستید، با کدام حرف با کدام زبان صحبت میکنید، کدام زبان با شما کمتر نزدیکتر است. البته همچنین یک زن من افتخار میکردم، همه وقت در دولت‌های دیگر افتخار میکردم که ما زنای تاجیک چگونه آزاد هستیم. савригул ёрмамадова имрӯз ҳамчун омӯзгор ихтироъкор байни ҳамкасбону ҳампешагон нуфузу эътибори зиёде пайдо кардааст, зеро ихтироъотҳои пешниҳоднамудаи ӯ хеле хуб пазируфта шудаанд. муаллимаи ёрмамадова саврибегим яке аз муаллимаҳои муваффақ дар факултати химия донишгоҳи миллии тоҷикистон ба ҳисоб меравад. шаҳодати гуфтаҳои мо дар он аст ки муаллима зиёда аз 30 сол аст ки дар самти химия корҳои илмӣ таҳқиқотӣ ва педагогиро пеш мебарад, ки дар ҳама ҷабҳаҳо хеле фаъолияти назаррас дорад. бояд қайд намоям ки ҳамчун омӯзгор педагог муаллима ба шогирдон аз фанҳои гуногуни бахши химиявӣ дарсҳоро хеле дар сатҳи олии педагогӣ бо истифода аз муосиртарин таҷҳизотҳои замони муосир ва аёниятҳои раванди таълиму хониш истифода карда ба донишҷӯён бо маҳорати баланди педагогӣ ва нутқи буро фани химияро ба онҳо тадрис менамояд. мо қариб гӯем ки 30 соли умри ман дар донишгоҳи миллӣ гузаронда истодам ва албатта ҳама вақт ифтихор ман аз донишгоҳи миллӣ дорам ва هیچ وقت من از کسب انتخاب کرده خودم پشیمان نیستم، برعکس روز از روز افتخار دارم، چون هم نان خوندگی من، هم دولت‌هایی که من دیدم، هم افتخار من این فن من است، این کسب من است و من هیچ وقت از کسب خویشم پشیمان ذره‌ای هم نشده هستم. و اگر پرسن دوم بار هم من برای دانشجویم دوم گویم که دوم بارم تولید میشدم و میپرسیدم، من باز کسب خویشم رو انتخاب میکردم، برای که من زیاد دوست میدارم کسبم رو. و برای همگان یک چی گفتنیم که درخت در یک جا سبز میشود. اگر هر یک انسانی که همون یک ساحه رو سخت قپد نقص کار کند، البته با همه چیز موفق میشود. و همین خاطر میخواستم که هر یک انسانی که یک فن رو انتخاب کرد جدی انتخاب کند، پس اون نتیجهش رو میبینم. او در دانشگاه ملی تاجیکستان فعالیت می‌نماید. پیشه آموزگاری را انتخاب نموده عمری عزیز خویش را صرف تعلیم و تربیت نسل نورس و جوان جامعه می‌نماید و بدون کمترین پاداش و توقع در مسیر خدمت به ملت بردبارانه و صبورانه ولی هدفمندانه قدم می‌گذارد. اول هر یک شخصی که عالم شدن خواست البته زحمت زیاد رو طلب میکند، وقت زیاد رو طلب میکند. حتی روزی هست که برای من همین روز کمی میکند. حقیقت گویم میخواستم که روز کم درازتر میشد، من با کم تر دیگر امکان پیدا میکردم که این کار علمی رو انجام میدادم، چون در برابر آموزگار بودن، در برابر اختراعکار بودن من باز مادر هستم. خوشبختانه پسر دارم، دختر دارم، عائله مستحکم دارم، شوهر دارم. به همین خاطر لیکن اگر من بازگویم که اگر آدم کسب رو جدی دوست بدارد، برای همه چیز وقت پیدا میکند. من من در اول آموزگار هستم، برای که من کسب آموزگاری رو خیلی زیاد دوست میدارم. همه وقت با دانشجو سر و کار دارم. دانشجو برای من همچون فرزندم است. من برای یکم سخنی که برای دانشجو هست، من وای رو میگم مرا مادر قبول کنید، برای که من شما رو چیزی که من دارم باید شما رو آموزنده توانم، که این وظیفه اساسی من است، آموزگار، آموختن شما. و
از این لحاظ دانشجویان رو من زیاد دوست می‌دارم، کسبم رو دوست می‌دارم و با یک محبت مادرانه من برای دانشجویان خودم درس می‌گذرونم. از ولی بسیار می‌خوام که برای من از من سوال پرسن تا من بسواد شوم. هر یک دانشجویی که زیاد سوال پرسد همین قدر استاد بالیدرو میشد، همین قدر استاد بسواد میشود. در بخش اختراع‌کاری و کارهای علمی تحقیقاتی باشد خیلی کارهای نظارت کرده است. شهادت گفتگو آن است که زیر راهبری معلمه امروز محققان کارهای علمی خود را آماده کرده هستند و در شورای دیسرتاسیونی هم ملی و هم شورای دیسرتاسیونی که از جانب کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد وزارت معارف و علمی فدراسیون روسیه فعالیت میکنند حمایت کرده شده است و خود معلمه باشد اشتراکچی چندین آزمون و فروم‌های سطحی بین‌المللی و جمهوری میباشند. از جمله در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در نمینه اختراع‌کاری و نوآوری سال 2023 در دور جمهوری سزاوار جای اول گردید و صاحب جایزه جای اول و تحفه مالی از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت گردید. برگزاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت واقعا هم کلید پیشرفت جامعه به حساب می رود، میگوید سوریگل یورمامدова. در جهان معاصر که علم در آن مقام ناگسستنی دارد، هر یک فردی کشور را ضرور است که به علم رو آورده به خاطر به یک جامعه علمی تبدیل دادن جامعه کشور سعی و تلاش های خویش را دریغ ندارد. با آزمون علم فروغ معرفت البته گفته که تیاری خیلی جدی بود. قریب ما مهنت یک ساله رو ما در یک دو ماه الکی کوشش کردیم که جنبست کنیم و موادی که ما پیشنهاد کردیم این همون موادی که ما گفتیم در دولت فرانسه جای همین مواد بود ما پیشنهاد کردیم و در جمهوری جای اول رو سزاوار گشتم. تاکید به تاکید دائم میگم که این آزمون هایی که در جمهوری ما در سالهای آخر تشکیل شده ایستادن خیلی اهمیت بزرگی دارن به اون خاطر که هر یک عالم کوشش میکند، چون که اگر رقابت علمی نباشد جامعه پیش نمی رود. رقابت سالم، اینا خود یک رقابت سالم هستند. هر یک دانشجو پیش ما در کتابخانه دانشجو رو میدیدیم یکی مقدارش کم. امروز همین آزمون‌ها که تشکیل شدن هر یک کتابخانه پر از دانشجو هست، پر از عالم است و خود شخصا من وقتی که اشتراکچی آزمون بودم شب و روز خواب نمی کردم. شب و روز در فکر آزمون بودم که من باید هم نامبردار خودم باشم، هم نامبردار دانشگاه ملی باشم، هم نامبردار وطن خویش باشم. از همین لحاظ همون ممکن مهنت یک ساله رو من در یک ماه الکی انجام دادم با اون خاطری که باید در آزمون اشتراک کنم، باید رقابت کنم، رقابت سالم و باید نامبردار دانشگاه ملی خودم باشم. از همین لحاظ این آزمون ها هر یک شخص رو چند قدم پیش بگیم که از حساب همین آزمون ها چه دانشجویان چه استادان چند قدم پیش رفتن و من همیشه از تشکیل شدن چنین نمود آزمون ها با تشکیل کنندگان همین آزمون ها البته همه وقت ما منتداری خویش رو بیان میکنیم که چنین آزمون ها هستن، چنین رقابت های سالم هستن و البته امروز هم دانشجویان پیشرفت شدگیان هم علما پیشرفت شدگیان و البته میبینیم که حتی با شرافت همین آزمون ها امروز علم دانشجویان پیشرفته است و تمام دانشجویان حتی دانشجویان خوانندگان در دولت‌های دیگر رفته تاجیکستان رو پرچم تاجیکستان رو برداشته ایستادن. این نتیجه همین آزمون‌ها است. پیشه آموزگاری میگوید سوریگل یورمامدова پیشه است که هر چند روزها میگذرند همان قدر قدر و قیمتش افزون می شود. کاری نکو و پسندیده‌اش در خاطره مردم زنده تر، نامش گرامی تر می گردد. خودی او از زمره آموزگاران است که با نیرو و قدرت بلند فکری و ایجادی در خدمت علمی کشور کمری همت بسته است. من برای هر یک فرد تاجیک گفتنیم که اون ساحه‌ای رو که پیش میکند جدی نظر کند، زیاد دوست بدارد ساحه پیش کردگی خودشان رو.
کدام سوهای فرق ندارد، در کدام سوهای باشد و موفق میشد. البته موفق میشد، فقط طاقت مهنت کردن در کار و صافدلانه کار کنند. البته با نتیجه موفق نظررس میشوند. و امروز من شاگردای خودم که کار و فعالیت میکنن دیده ایستادم که خیلی جدی نسبت به کار خودشون رفتار میکنن، خیلی صافدلانه کار و فعالیت کرده ایستادن و البته امروز نتیجه را دیده ایستادن. و عموما در معرفی کردن زن بانو در عرصه بین المللی این خود از سیاست خردمندانه پیشوای ملت سرچشمه میگیرد که امروز ما شاهد آن هستیم که در چندین برآمدهای خود و پیامهای خود پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت از سیاست زن و بانوان دستگیری می‌نماید و کوشش می‌کند که در همه سمت‌ها نقش و موقع این طایفه یعنی زنها زیادتر باشد و شهادت عملی شوی سیاست پیشوای ملت رو ما در فعالیت معلمه یورمادو دیده میتوانیم. با معلمه یورمادو البته من پیش از همه سلامتی خواهان هستم و تمنای آن رو دارم که هر چه زودتر رساله دکتری خود رو آماده و دفاع نماید و آن شاگردانی که امروز زیر رهبریشون کارهای علمی تحقیقاتی کرده شدند آنها نیز رساله‌های خود رو آماده و دفاع کنند و بازم در برای پیشرفت علم خیمه تاجیک در عرصه بین‌المللی سهم نظر خود رو گذارند. таманно мекунем ки дар оянда низ пайроҳаи дастовардҳояш зиёд гардаду чун машъали фурӯзон дар даврони истиқлол фаъолияташ аз ин ҳам густурдатар гардад.